درود بر مقاومتگران راه آزادی و عدالت در خراسان و شما بینندگان ارجمند. سلسله صحبت‌های خود را دایر به افغانستان ادامه می‌دهیم. این نوبت با ما فریدون هادی زاده، کارشناس مسائل افراطگرایی و تروریسم قرار دارند که در این موضوع سال‌هاست کارهای پژوهشی انجام می‌دهند. استاد خوش آمدید به صحبت. تشکر برای دعوت. زنده باشید. خب دوستان، صحبت رو از این شروع میکنیم که گفته می شود یکی از عامل‌های کلیدی که سال‌هاست افغانستان را بر ناآرامی و خرابی کشیده است این ترویج افراطگرایی و تبدیل شدن این غایه به تروریسم و هراس‌افکنی هست. و اگر یک رجوع داشته باشیم به تاریخ این مسئله و پیامدهای آن از کجا سرچشمه گرفتن و چه نتیجه داشتن آن، نظر شما چی است؟ اگر به تاریخ این مسئله ما نگاه کنیم، این البته از سالهای عصر 19 شاید که بر وقت‌تر هم سر میزند این مسائل. گفتن ممکن که جایگیری افغانستان این در مرکز آسیا است، مثلا در آسیای و گفتن ممکن که این دروازه از یک طرف به آسیای مرکزی یا به آسیای میانه که ما در شوروی میگفتیم، از طرف دیگر دروازه به در آمد به آسیای جنوبی یعنی که هندوستان و از در طرف دیگر در آمد در دروازه به طرف چین و این طرف به خاوری میانه ایران، یعنی که جای گیری افغانستان بسیار و خیلی گفتم ممکن است که استراتژی است. گفتم میتونیم که درباره افغانستان همه کشورهای ابرقدرت ها فکر میکردن و کوشش میکردن که در اونجا یک تأثیری داشته باشد. از یک طرف مثلا بریتانیای کبیر، امپرای روسیه و شوروی امریکا، حالا مثلا جنجال بین از یک طرف جنجال نه البته یک نزاع گفتم ممکن که یا مسابقه گفتم ممکن که بین چین، روسیه، امریکا، دیگر کشورهای این هندوستان، البته ایران حالا هم در اونجا میخواد که پاکستان، البته همین مسائل هست که این افغانستان یک مرکز توجه این کشورها هستند. معلوم است که مثلا ترویج همین پدیده این با هدفهای بزرگی ژئوپلیتیکی جریان داده می شود و هر کسی می خواهد هر جانبی هر قدرتی از این مسئله استفاده کند. و چند ده ساله اخیر به نظر بگیریم کدام قدرت ها بیشتر به خشونت کشیدن افغانستان و پیاده کردن تروریسم و اکستریمیسم منفعت دادن؟ نه، اکنون اینطور گفتم ممکن نیست که تروریسم و خشونت کشیدن آنها این یکی از پدیده ها هست. اینجا پدیده های زیادی هستند و مثلا مسئله تروریسم مثلا در خط اول ماندن لازم نیست به فکر من. در اینجا یک گفتن ممکن که یک منفعت های کشورهای ابرقدرت ها هست پیش از همه و البته خود افغان ها هم یک کمی این برای این منفعت ها مثلا طرفدار این یا آن کشور هستند و البته از این از برای همین یک نزاع پیدا می شود، یعنی که تروریسم هم می آید، جنجال هم می آید، مردم هم به دست اسلحه می گیرند. مهمترین جنجال بین افغانستان این تو گفتم ممکن که از زمان وقتی ظاهر شاه مثلا در خاطر بیایریم، اون وقتها مثلا بسیار کشور آرام بود، اما فکر میکنم که زمینه پیدایش نزاع بین افغان ها
در همون وقت رایج شد و زمینه پیدا کرد و مردم با این جنجال پیوستند آهسته آهسته. و بعد وقتی که ظاهر شاه رو گرفتند، داوود خان آمد، بعد ترکی آمد. این مسئله ها بسیار سخت‌تر شدند و حاضر ما آن چیز داریم که داریم. خب استاد درست است، ما هم به این نظر نیستیم که مسئله تروریسم و افراطگرایی پوره یک مسئله هست که همه میخوان از اون استفاده کنند، ولی یک وسیله هست برای پیاده کردن منفیت ها، گروه ها و جانب ها و کشورها از این منفیت دارند. همین مسئله که اکثریت مثلا برای بیشتر شدن اوج افراطگرایی و تروریسم در افغانستان اشاره میکنند به سوی پاکستان، که چون پاکستان همیشه پرورشگاه تروریسم برای منطقه بود. فکر میکنید چرا چنین دیدگاهی به وجود آمده است و زمینه های واقعی آن چی هستند نگاه شما؟ اکنون پاکستان را مثلا متهم کردن آنقدر درست نیست، چون که ایدئولوژی افراطگرایی این در خاورمیانه گفتن ممکن که در منطقه عربستان سعودی و قطر هست. از اونجا مثلا اصولا مثلا از مصر سر زده. پاکستان البته دستگیری کرد و اینم نیزو برای چی دستگیری کردن تروریست ها رو؟ این تروریست ها رو، این جنبش رو گفتن فقط وقتی که دید که اکنون میدونید که بین هندوستان و پاکستان یک نزاع هست، همه وقت جنگ برای همون کشمیر و دیگر می جنگن و در حالت جنگ هستن. گفتن که هر روز یک چیزی میشه. و وقتی که پاکستان شکست خورد در سالهای 72، وقتی که بنگلادش مثلا جدا شد از پاکستان، آنها یک طرح نو رو ایجاد کردن و در اونجا مثلا وقتی که ضیاءالحق سر قدرت آمد، او فکر کرد که یک قوه اکستریمیستی اسلامی رو پرورش میکنند و اونها رفته در کشمیر جنگ میکنند. و بعد جنگ شوروی و افغانستان شد. وقتی که شوروی به افغانستان وارد شد، آنها ضیاءالحق همین جنبش رو، همین مدرسه ها رو پرورش کرد و تعداد این مدرسه ها رو تا 30,000 برداشت. و البته این مدرسه ها و از طرف نه فقط پاکستان و بیشتر از طرف امریکا و عربستان سعودی مبلغ گذاری می شده و این چیز در آخر ما اون چیزی که داریم، یعنی که پشتون ها رو بیشتر آنها پرورش کردن، تعلیم دادن و طالب ها آمدن سوی قدرت و خود حالا اگر ببینیم این طالبان درد سر خود پاکستان هست، چون که تحریک طالبان پاکستان یک درد سر حالا آنها در حالت جنگ با حکومت پاکستان هستند. یعنی که هر اکستریمیست شدن مردم این از برای ایدئولوژی، یعنی این باید که در خود کشور زمینه باشه. درست است استاد، ولی سوال اینجا است که پاکستان یک نوع میتوان گفت که با ساختن همون مدرسه های دینی که در اونجا با همون هدف های مخصوص ژئوپلیتیکی پاکستان با وجود آمدند، در مسئله دستگیری پشتون ها در سیمای طالبان یک نوع فریب خورد یا که من نمیدونم. نه اکنون اینطور گفتم ممکن نیست. البته برای پاکستان یک تا چیز هست، این همون خط دورند که سال 1893 امضا کرده شد و اگر
قصه این خط دوراند بسیار دراز است و من گفتم نمیخواهم که به عمق این مسئله روم. عموما پاکستان مثلا افغانستان این خط دوراند رو نمیشناسد. این یک چیز. دوم، یک قسم مردم میگویند که خط عمل این یعنی که تو سال 1993 سال، یعنی که این عهدنامه 100 سال فقط تاثیر داشت، برای 100 سال بود. بعد از 100 سال دیگر چیز رو، یعنی که عموما ما گفتن ممکن که پشتون ها اگر نگاه کنیم، پشتون ها میخوان که یک کشوری بزرگتر، پشتونستانی بزرگ سازن که از طرف کابل تا کراچی باشه. این هم تهدید است برای خود مثلا شما میدونید که خود عمران خان مثلا پشتون است. من همین چیز رو میگم که این بسیار مسئله بسیار پیچیده است. بله پیچیده است، اما استاد یک نقطه از نظر شما واضح نیست که همین برتری جویی پشتون ها در افغانستان که میخوان یک کشور صرف پشتونی سازند و در از مدت یک کشور پشتونستانی بزرگ با شمولیت پشتون های پاکستان هم به وجود بیارند، ولی واقعیت همین که با همین روحیه خود پشتون، ملت پشتون، قوم پشتون تا امروز تباه شدن. تمام جنگ و خونریزی و کشتار و تروریسم بر سر همین مردم، جبر سیستم تروریسم بر سر همین مردم است. اکنون اگر به همون پشتون های بیچاره افغان نگاه کنیم، آن سطح دانش عمومی دانش همشون نه، درنشون به بسیار مردم تحصیل کرده هست، لیکن سطح عمومی اگر ببینیم بسیار پستر هست نسبت به دیگر ملت های اقوام، از بس که آنها بیشتر کوچی هستند. بیشترشون تو یک قوم دارند به نام کوچی که همه وقت از طرف پاکستان و مرکز افغانستان تا بامیان میروند و پس میگردن. پشتون ها یک کودکس چستی دارند که اون را پشتون ولی میگویند و آنها میخواهند که تمامی قوم های افغانستان از این پشتونولی پیروی کنند، اما دیگر قوم ها این را نمیخواهند. و بسیار چیز دیگر آن است که مثلا آنها زبان پشتونی رو مثلا و تمام افغانستان تحمیل کردنی هستند، مثلا زبان دولتی اعلام کردنی هستند یا کردن، حال نمیدونم، اما زبان ملی یا دولتی پشتونی است و زبان فارسی دری فارسی زبان رسمی، یعنی که سطح زبان فارسی داری کمی پایان تر است. تشکر استاد. با این مسئله حتما واضح تر میپردازیم در پایان، اما حال صحبت ما چون درباره افراطگرایی، افراطیت، دهشت افکنی هست، بیاید یک رجوع با این مسئله هم پردازیم که در سطح مثلا رسانه ها حتی علمی، تروریسم وقتی تروریسم و افراطگرایی گفته می شود در پیش نظر اما وقت مفکوره های دینی، پدیده های دینی می آیند، ولی در مسئله افغانستان دیده می شود که یک کمتر مسئله پیچیده هم هست، چون افراطگرایی قومی به مشاهده می رسد که بالاتر ما اشاره کردیم. ولی استاد سوال اینجاست که خود همین روند قومگرایی با لباس دین و اسلام پیاده نمی شود و این یک نوعی از افراطگرایی دیگر نیست؟ ما میگویم که طالب ها افراطگرا تروریست هستند، چون که اگر یادتان باشد اگر
تو دیروز اونها هر روز یک هجوم های انتحاری داشتن، بسیار مردم رو کشتن. مثلا حالا مثلا میگوین که ما تمام کنترل داریم، یعنی که تمام افغانستان در کنترل ما هست، و اما از طرف دیگر ما هر روز میشنویم که اینجا یا دیگر جا یک هجوم انتحاری هست و میگویند که این از طرف داعش پیاده می شود. اکنون گفتن هست که آنها در و قدرت توسط افراطگرایی آمدن و این چیزها رو پیاده میکنن و من باوری کامل دارم که آنها آن اصولهای پیاده کرده ایستادن که با مردم معامله میکنن با قوم‌های دیگر، و البته از طرف دیگر رادیکالیزاسی، یعنی که افراطگرایی قوم‌های دیگر، مردم دیگر شروع می شود و البته آنها هم به ترور دست میزنند ضد طالب‌ها. گفتم ممکن که یگانه چیزی که ما داریم، طالب‌ها باید که همون پیشنهاد یا طلبات جامعه جهانی رو باید که قبول داشته باشند که حکومت همه شمول رو تشکیل کنه. به این تروریسم رو در افغانستان بازداشتن غیر امکان است. درست است. یعنی استاد راهی که طالبان پیش گرفتن با انگیزه های دینی، انگیزه های مذهبی و افراطی سر سلطه قدرت آمدن، ولی هدف های دیگر پیاده کردن هم که این یک نوع در دراز مدت میتواند اختلاف قومی رو شدت بخشد. فقط اختلاف دینی هم، مثلا آن طالب‌ها فکر میکنن که آن دینی که آنها پیروی میکنن این اسلامی ناب هست و باید همه این رو قبول کنند. اگر شما این رو قبول نکنید، شما مرتد هستید، شما کافر هستید، شما باید که کشته شوید. من با شما یک بسیار مثال رو میارم. مثلا وقتی که طالب‌ها کابل رو گرفتن و دیگر مثلا منطقه های افغانستان رو، دیگر استان های یا ولایت های افغانستان رو گرفتن، شما شاید شنیده باشید که آنها دخترای جوان رو و گاه زنها رو میگرفتن به زوری و نکاح خود میدار آوردن. شنیده بودید یا خیر؟ برای چی این رو کردن؟ از روی اسلام اینا فکر میکنن که وقتی که اینها، یعنی که اینا فکر میکردن و آن منطقه، گویم که آن ولسوالی یا شهر که آنها فتح کردن، آن در دست کافر بودن و آن دارالحرب بود و وقتی که وارد آن شدن و اون رو فتح کردن، تمام مردم که اونجا هست آنها اسیران آنها هستند و مثلا تمام مردمی که با آنها مقاومت نشان دادن، آنها کافر هستند و آنها میتوانند چیکاری که کنند، چیکاری که خواهند همان رو میکنند. و مثلا آنها میتونستن که چون که این غنیمت جنگی هست، آنها میگرفتن زنها رو یا دخترها رو به نکاح خود میدار آوردن. این یک دوستم به من به نزدیکی نقل کرد، گفت که در کابل وقتی که کابل در آمدن، یک دوستی ما گفت یک زن داشت و یک دختر. طالبا آمدن پرسیدن این چی گفتن؟ این که اکنون این مرد ترسید که گوید اگر دخترم رو گرفته میبرن. گفت که این هر دو زنی من هستن. گفت که برای تو دو زن بسیار، همون یک تش رو میگیرن. زنی او رو گرفتن و بردن. این یک فوجیه، اما
از روی فکر و اندیشه طالب این درست است. از طرف دیگر مثلا این چیز البته به مردم بسیار قبول خوش نمی آید. آنها البته به این مقاومت میکنند. باز برمیگردیم به همون مسئله اختلافات قومی که امروز افغانستان یک وحدت ملی نیست. اونها اطراف یگان ارزشی که اون ارزش عمومی ملی برای افغانستان حساب شود متحد نیستند. این همون اختلافات قومی هست و برای عبور از همین مشکل به نظر شما چی چیزی میتواند که تمام مردم افغانستان را گرد هم بیاورد به حیث یک ارزش ملی؟ در حقیقت حالا گفتم که اینکه بین خود متحد نیستند و برای همین افغانستان به فاجعه دچار شد. یعنی که یک حال ملت تشکل نیافته است در اونجا، اما این یواش یواش می رود تشکل می یابد و البته بین نزاع بین نه فقط نزاع نفهمی ها بین هر قوم بود و هستند و خصوصا در زمان امریکا همین شد. در این 20 سال گذشته انتخابات مثلا درست نگذراندن. امریکایی ها بیشتر به پشتون ها توجه میکردن و من فکر میکنم که آنها یک شانس داشتن که در افغانستان یک صلح را ایجاد کنند. این صلح اگر افغانستان درباره فدرالیزاسیون یا کنفدرالیزاسیون فکر میکرد، تمام قدرت در کابل است و این فاجعه افغانستان است. باید که همه قدرت ها بین دیگر ولایت ها تقسیم شوند یا منطقه ها تقسیم شوند. سال 1995-94 شهید احمد شاه مسعود این را درک کرده بود و میخواست در سر این مسئله کار کند و تا به سوئیسی ها مراجعت کرده بود. سوئیسی ها آمده بودند با او صحبت کرده بودند، اما این پروژه پیاده نشد از بس که طالبان آمدن و احمد شاه مسعود با مسئله جنگ و مقاومت با طالبان مشغول بود و وقتی که امریکایی ها آمدن باز مسئله امریکایی ها بیشتر به پشتون ها اهمیت دادن و آنها رو بالا کشیدن. مثلا این چیز رو ما سال 2019 یقین دیدیم. بسیار سخت پرزیدنت فدرالی افغانستان را اشرف غنی رو دستگیری کردن. شما گفتید که همین امکان داشت که با فدرالیزاسیون یا با فدرالی کردن افغانستان میشد که همین مسائل قومی و نژادی و گروهی یک نوع از بین برود و افغانستان به یک کشور واحد حرکت کنه. اما جریانی که حال ما مشاهده میکنیم با آمدن طالبان از یک سوی افراطگرایی دینی اوج خود به اوج علا رسید و در افراطیت در قوم و مسائل قومی هم اوج گرفت با روحیه البته پشتونوالی یا که همون بزرگنمایی پشتون. فکر نمیکنید که این همون روندی که افغانستان به سوی دولت ملت شدن روان بود باز هم پیچیده تر میکند و یک جنگ خونین دیگر در پیش است و افغانستان میرود به سوی تجزیه شدن؟ این یک خطر دارد. این خطر دارد. جنگ مسئله مهم است آن است که مقاومت رو کی دستگیری میکنند. اگر اونها دستگیری از طرف ابرقدرت ها دستگیری شوند، در اون صورت شاید که افغانستان با دو قسم تقسیم شود. یعنی که اون قسمی که نزدیکی همین خط دورند این یک پشتونستان تشکیل می شود و در این صورت این دردسر پاکستان در آینده می شود. اکنون من نمیدونم چطور می شود، کجا می رود در این. حالا مسئله پیچیده چون که در خود طالبان یک تقریبا به 5 گروه تقسیم شده.
و ما حالا گفتن نمیتونیم که بین آنها چی می شود. من گفته بودم که بین پشتون ها مردم و طالب ها مردم تحصیل کرده بلند معرفت هستند، اما متاسفانه الان بیشتر سر قدرت بچه هایی که یا همون نماینده های طالبان که افراطگرا هستند آنها سر قدرت هستند و کابل در دست آنها. مهمترین چیز ما باید که فهمیم آن کسی که در کابل حکم فرما است او در تمام افغانستان حکم فرما. از طرف دیگر ما باید که ببینیم اگر مقاومت این زمستان از این زمستان برآید تا بهار بیستد، شاید که این مقاومت وسیع‌تر می شود، مشمول‌تر می شود و شاید که این یک الटरनेटिव و حکومت طالبان هم بشود. وقتی ما هم کوتاه هست، ما سوالای زیادی ناگفته هم ماند. ما یک سوال عنعنوی داریم که از تمام هم صحبت ها میپرسیم درباره اینکه چی تصویر دارن از طالبان. اگر کوتاه فکرتون در چند جمله بیان کنید، یعنی طالب کی هست از نگاه شما همچنین یک کارشناس که پیوسته این مسئله پیگیری میکنید؟ طالب انسان است و با این افراطگرایی آنها را یک ایدئولوژی ابرقدرت آورد. مثلا از یک طرف عربستان سعودی، دیگر طرف امریکایی هم در گذشته برگزاری کرده بود سالهای خصوصا 80 و عربستان سعودی هم این کار را کرد. اما ما یک تا چیز رو باید که بفهمیم، ما باید که نزد مردم، نزد پشتون ها مبارزه بریم، ما باید که ضد ایدئولوژی پشتون طالب ها مبارزه کنیم. اگر ما با ایدئولوژی طالب ها مبارزه نکنیم، بیشتر با پشتون ها، این البته خوب نمی شود. این جنجال رو بسیار با گفت تاجیکا با قاضیخانه میبرد. گفته می شود پس از آمدن طالبان گروه های تروریستی که یک قسمتی از اونها حتی منشأ میگیرن از کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان پناهگاه امن یافتند و در حال رشد و گسترش هستند، برنامه های نو در سر دارند و هدف و خطر اونها از نگاه شما چی هست با ما و منطقه با افغانستان؟ و البته هست. فراموش نکنید که وقتی که در چچنیا جنگ میرفت، اکثر نه اما یک زمره زیادی از جنگنده های چچن در افغانستان تعلیم میگرفتند و بعد با چچنیا اسلام میافتند، در اونجا جنگی. درست است استاد. ما خطر یعنی یک نوع معلوم است که اینا چی خطر دارن، ولی معما در اینجا است که چرا طالبان از اونها پشتیبانی میکنند، دستگیری مینمایند و پناهگاه میدهند برای اونها؟ چی عمومیت هست بین طالبان و این بسیار چیزی بسیار عجیب، چون که آنها پیروی همون پشتونولی هستند و از روی همون پرینسیپ های پشتونولی اون چیز هست که مهمان رو تو باید که حمایت دی، دستگیری کنی، قرامی دیگر چیز کنی. آنها حالا این بچه های اویغور هم تاجیکستان همچون من فکر میکنم که همچون مهمان در نزد طالب ها هستن. آنها را مهمان میحسابند. ما میدونیم که یعنی یک خطر مواجه هست از افغانستان با کشورهای آسیای مرکزی، خصوصا توسط همون گروه های افراطی که در قنات طالبان پناه بردن امروز.
ولی اگر کشورهای آسیای مرکزی خطر رو احساس میکنن چی باید کنن که با این خطر یک مقابله درست صورت بگیرد؟ حالا کرده ایستادن. مثلا اگر ببینید در همین از ماه آگوست شروع کرد، از ماه ایول شروع کرده چند چنین حربی در خاک تاجیکستان گذشت، چند تا در ازبکستان، چند تا در قرقیزستان گذشت. ما گفته ایستادیم که ما آمادگی ما رو میبینیم و ما فکر میکنم که آماده هستیم، آماده باش هستیم و اینجا مثلا نه فقط مثلا ODKB دست دارد و در مثلا چارچوبه شاس هم، یعنی که شانگهای هم داریم، چین هم مثلا کمک کرده است، چون که نگرانی چین هم بسیار سخت هست. یک منفیت پاکستان رو من به شما میگویم که پاکستان میخواهد که همین لینی خط دیورند رو تا دریای آمو رو بیاره. این یک. اما کشورهای ما مثلا آسیا و میانه میخواهند که این خط دیورند از پشاورم اون طرف تر بگذرد. شما گفته کار کرده ایستادن اینها در هماهنگی ها هستند، ولی در سطح دیپلماتی ما هماهنگی فقط در سطح شعار میبینیم و در چند از نگاه نظامی نه به فکر من کار رفته ایستاده است. کار رفته ایستاده است. همه چیز رو ما نمیتونیم که دانیم. بسیار چیزها مثلا پشت پرده گفتگو رفته ایستاده است. من گفته نمیتونم که چی کار کرده ایستاده این، اما من باوری کامل دارم که کار رفته ایستاده است. مثلا روسیه انیق گفته میتونم که دو روند رو مثلا کرده ایستاده. از یک طرف بسیار ملایم گفتگو کرده ایستاده است و از طرف دیگر بسیار سخت، یعنی که روند سخت این از طرف قشون‌های حربی روسیه و دیگر چیز رو من گفتنی هستم که اگر اهمیت داده باشید در وزیرهای امور خارجه، کاتب‌های امنیت کشورهای آسیا میانه بسیار زود ملاقات میکنن. یعنی که کاری کرده، اونها عمل کرده ایستادن، چیزی رفته است اما ما خبر نداریم، چون که این چیزها رو نه همه چیز رو گفتن میشود. این نباید که خیلی شفاف باشه. امیدواریم که صحبت‌های ما ادامه می‌یابند. تشکر. سلامت باشید. قرار و کامیابی است.